حدیثی هست که در صحیح بودن هیچ شک و شبهه‌ای نیست برادران. حالی وقتی ما دوستان عزیز شنیدیم که خب این سخن از جانب الله یا از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، دوستان عزیز باید ماها همه هوش و گوشمانه یک جا کنیم برای قبول کردن این سخن، برای خواب اینکه در زندگی ما یک نور را این سخن خدا و رسول جا میکنه، باید برای قبولش بسیار بسیار بذوق باشه. اما متاسفانه برای قبول مقصد امر خدا و رسول، برای گوش کردن پند و نصیحت، ضعف و ناتوانی از جانب ما بسیار دیده می شود، بسیار دیده میشه برادر عزیز. گاهن امر معروف می شود، ما تلفن بازی میکنیم، پروا نداریم که در اینجا چی سخن رفته شده است، یک دیگر ما خیلی گوش به گوش گپ میزنیم. بعضا جاها این حالت ها دیده می شود. حال علما میگن همین بفهمی که گوشت کده ساده است، با چی معنی اگه جا میفهمی که خواب وقتی سخن گفته سی طرف تر گوش میکنه، در کدام اساس میفهمی که همون انسان تر گوش کده ساده؟ حالی بعضی ها میگن صدش خمه میگه گوش کده سم، این دروغ ای، این اثبات علمی ای برادر عزیز، اثبات علمی. گوش کردن میگه ای نظر کردن چشمه. اگر در حالتی خواب تو گپ زده سادی، هر نمود سخنی باشه با کسی رسانده سی تر با چشمش اگر نگاه کرد، بدان که با تمام حسیاتش تر گوش کردی ساده. اگر مقصد روشی طرف یا سرش خم یا مقصد یا چیز دیگر داره، بدان که تر خوب گوش نکردی ساده. کمال گوش کردن، ذوقت گوش کردن برادر عزیز همین بوده که انسان با چشم نگاه میکنه. این گپی مقصد کتابی ای برادر عزیز، گپی خواهشات نفسی ما نیست. یا که اگر برادر عزیز نمیشه یک کنار رفته ایسته باشه، یا یک فوتبال، باز اینجا بمانیم که چمپیون مقصد لیگ رفته ایستاده است، فوتبالی مقصد یا یک کنار یک فوتبال یا بای بسپراویلا. تلفن ها را ما همه یا میکشیم یا بزوق میمونیم، تلفن هم کنن نمیبرداریم که کو همینجا خیلی میشود. تلفن ضرور هم باشه ها با تزم بزن میگه میکشمش، اگر ضرور باشه، برای اینکه همون فوتبال ایدس نروه یا همون کنو ایدس نروه. گپ خدا و رسول میروه، ما پروا نداریم، ذوق گوش کردن نداریم. حضرت مولای جنون خدا رحمت کنه میگو کسی پرسید از سلطان ابرار، شدم در مانده یک امر دشوار، نمیدانم سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. میگه حبیب خدا رو یک نفر پرسید که ای حبیب خدا یک چیز بسیار غمگینم کرده. حبیب خدا گفت چه چیز؟ گفت ناگهان همین قیامت به یادم آمد. ناگهان قیامت پیش روم آمد که در قیامت دو گروه های، بهشتیا و غیر بهشتیا، دوزخیا. من نمیدونم ای کدام گروه هستم، جنتی هستم یا دوزخی. همین چیز بسیار بسیار ما تشویش کرده. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن میگن. بگو حضرت نه آلایی به هر دیگ، دل خود عرضه کن در صحبت نیک. اگر مایل شود دل نیک بختی، بکش توی عزیزان زود درختی. حضرت آزی مقصد ما را برای چنین مجلس ها تاکید کرده. حبیب خدا را همین سخن ها را گفت فرزندی عزیز در مجلس های نیک بشید، در پند نصیحت اگر به ذوق گوش کردی، خب یک تلفن بهانه نشید، یک اندک چی یک بهانه نشید برای امر معروف ترک کردنی تو، بدان که ای جمله نیکبختا هستی و سعادت دنیا یاری تو هست، دنیا و آخرت یاری تو هست. اگر دل صحبت نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان میخواهد. حبیب خدا گفتن اگر مبادا همین تلفن تشویش امر معروف گوش نکردی، همین کینا تشویش امر معروف گوش نکردی، یا امر معروف و نهی از منکر قد یا فوتبال دت قدر نداشته باشه، ساعتی دو سه شب بخیزی فوتبال تماشا کنی و یک ساعت امر معروف دت تنگ بشه، بیقرار بشه، زیغ بشه، خواب و چقدر. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این دلی تو جنت نمیخواه بچن، به تشویش باش که او جنت جای ایتری مردکان نیست.
و جنت با جای همون مقصد عالی مرتبه ها و عالی همت ها هست. به این خاطر برادر عزیز وقت صحبت می روه سعی و کوشش کنیم که 1 ساعت نیم ساعت یا زیادتر یا کمتر هیچ همین بسیاری مجلس ها خدا رو شکر به می شما ممکن هزارها مجلس اشتراک کردیم امرو معروف زیاد بروه هم 1 نیم ساعت صحبت می روه زیاد بروه اگر 5-6 مولا صحبت کنم همون دو تایمی فوتبال های برادر عزیز او زیاد امر معروف نمی روه یکی همین وقتا در برادر عزیز ماها یک طریق بشینیم گوش کنیم یا باید ذوق گوش کنیم که از همون مجلس برای ما یک خوبی نصیب شود.